بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک به عون الله سبحانه و تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله‌ای که به نام ضررهای حزبگرایی بر سر امت اسلامی، یعنی این حزبگرایی، این حزب تشکیل کنی به سر امت اسلام چگونه ضررها را می‌آورد. رساله از آن شیخ علامه محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری است. الله حق سبحانه و تعالی این شخص عالم را و علامه را و محدث را و مجاهد را که حالا علیه رافضه های لعین جهادی بزرگ کرده است، همراهی دیگر مشایخ از شاگردانشان و دیگر طالب علمان گرامی، الله سبحانه و تعالی همشان محافظت کند و پروردگار عظیم الشان به ما و شما یعنی که درس گرفتن را از نزد چنین مشایخ گرامی نصیب دار گرداند. از این رساله بزرگ بارک الله فیکم ما 12 درس کردیم. از این رساله ما یک جایه چیکار کردیم؟ یعنی که 12 درس کردیم. درس امروزه درس 13 است. شیخ علامه محدث می‌فرماید در دوام، یعنی طوری آنکه پیوست شود سخنی امروزی ما به سخنی گذشته. در درسی گذشته ما خواندیم چگونه شیخ تنقید میکنند این صوفی های بی خرد، بی عقل، بی فراست را و حزبی های یعنی که تقلیدکار، بی سواد، جاهل، خصوصا دمروکای آیت الله ها، برای ایران جانشون میدادگی ها، برای الله و پیغمبر جانشون را بخیل میکردگی کسها، بخیل میدانستگی کسها، بخل میکردگی ها. وقتی که یک کس یعنی که شیخ میبینن که یک انسان طلب علم میکند، بعد فهمن که مراد از طلب علم چی را در نظر دارد، کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، تیز چیکار میکنن؟ سرپیچی کرده او را از راه میزنن. چخیلی که امروز بارک الله فیکم در تاجیکستان همین حزبگرایی و همین صوفی های بدبخت چیکار کردن؟ سلفی را، نام سلفی را بدنام کردگی همین ها هستند. اساساً بارک الله فیکم سلفیزم این یگان ذره نه به ملت نه به دولت ذره ضرر نمی آورد. بارک الله فیکم. فهمیده؟ بارک الله فیکم. بس چیکار کردن؟ همون گریزه هایی که گریختن از وطن اسلامیشون هجرت کردن به طور خودشون به کشوری کفر یعنی ایران، به نزدی یعنی که رافضه ها رفتن چیکار کردن؟ تعلیمات نو را گرفتن، تکتیک نو را گرفته گشت آمدن و چیکار کردن؟ در تاجیکستان به نام گویا که اینها حنفی مذهب هستند و بعد چیکار کردن؟ یعنی بدنام کردن گویم سلفی ها را، گرچند که از بعض مدعیای سلفی هم بسیار خطاگی ها صادر شده است. شرط نیست نام های ویا را من ذکر کنم، طرف های یعنی که مردم دوشنبه و بارک الله فیکم به سبب همین چه اختلافات و به سبب یعنی که می فتنه ها چیکار کردن؟ همین صوفی ها، همین حزبی ها تشکیل کرده و عقیده سلف صالح چیکار کردن؟ در نزد دولت ما بدنام کردن، سیاه کردن. لیکن الحمدلله دولت و صاحبان دولت امروز فهمیده ایستادن واقعا یعنی که این تهمت محض است، این تهمت محض است. یگان ذره برای اسلام، برای مذهب، برای این کشور، برای این ملت بزرگی تاجیکستان یگان ذره
سلفیه ضرر نداشته است. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ انشالله اینو میبینیتون خودتون، هر ضرر رو، هر یعنی که مصیبت در سر تاجیکستان الله نکند می آید فقط یعنی که از جانبی همین صوفی ها و از جانبی همین یعنی که از جانبی همین شیعه ها، از جانبی همین رافضی ها می شود. چخیلی که این عملا دیدیستان بارک الله فیکم در یعنی که کشور عربستان، بالخصوص در یعنی که سوریه و در یعنی که مثال دماج، همین این دسیسه، همین یعنی که این مثال کارهایی که انسان ها بیگناه مرده ایستادیان سرچشمه است از ایران است. بارک الله فیکم. از ایران و حزبی های یعنی که لبنان و دیگر بدبخت ها هستند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. بنابراین شیخ خیلاهن آیتی زیبا رو در مقابل این بدبخت هایی که این دمروکای همینی چه ذکر کرده، میگوید که و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظیم. سوره نحل آیتی 94. شیخ میفرماید که شما به سبب آنکه شما از راه الله مردم باز می‌دارید، به سبب آنکه شما از راه الله اعراض میکنید، سرپیچی میکنید، شما مصیبتتان را در این دنیا میبینید. یعنی در این دنیا شرمنده و شرمسار میشوید. خیلی که این حزبی های تاجیکستان شرمنده شدن که گفتن که شما دانستید که علما اثبات کردن که در اسلام حزبی و حزبگرایی نبوده است. بعد چیکار کردن؟ مجبور فکر کردن که به همین نام اسلام گیریم. حزب نهضتی، من نمیدونم بعد دوامش چی میگوین. حزب نهضتی اسلامی آخر بدنام این تهمت است، این ظلم است. بارک الله فیکم. امام اسلام حزب تشکیل کردن. چخیلی که از اینها دلیل میپرسید که دلیل شما چیست برای تشکیل کردن این حزب؟ چی میگن که دلیل ما قرضاوی است. این سایت قرضاوی داره. انا کسی که عقل و فراست داره وقتی سایت قرضاوی میداره با میبینه در اونجا چقدر بلا و مصیبتایی که در سر مردم مصر فراموده است از پشت فتواهای همین اخوان المسلمین و دیگر یعنی که مثال اخوان المفلسین ها می باشد. فهمیده؟ بارک الله فیکم. مهم و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله. الله می فرماید که شما در این دنیا با مصیبت های گوناگون گرفتار می شوید، شرمنده و شرمسار می شوید. فهمیدید؟ به خاطر از راه الله اعراض کردنتون، از کتاب الله، از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اعراض کردنتون شما شرمنده میشوید. این در این دنیا. چخیلی که حزب والله بالله شرمنده شده ایستادیان. در چه؟ در کشوری مصر هم شرمنده شدن. فهمیدید؟ و هر روز میبینیم که شرمندگی اینها را شنیده ایستادیم و دیده ایستادیم. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. ولکم عذاب عظیم. و برای شما در روز قیامت با عذابی بزرگ است. دیگه برای این چی میباید؟ بارک الله فیکم. برای اینها دیگه چی در کار است؟ فهمیدید؟ بنابراین اکنون توصیه من خیلی که توصیه کردن این مشایخ گرامی برای مردم تاجیکستان و دیگر مردمی که خارج از این مرز تاجیکستان میباشند نصیحت آن است که هر مصیبتی که اینها با مقابل ما و شما تشکیل میکنن، مثلا احتمال یعنی که دولت میفریبند. بارک الله فیکم. واقعا اینها فریبچن آخی میفریبند که از دست اینها یگون مصیبت از پلیس ها دیده می شود، از امنیت دیده می شود، از دیگر یعنی که ششم عدل و دیگر یعنی که سترکتورهای یعنی که نظامی دیده می شود. به مقابل یعنی که برادران اهل سنت و جماعتی واقعی می شوند. فقط توصیه من برای برادرها چی است؟ صبر میکنیتون. صبر میکنیتون. آخه این دشمن ها، این یعنی که این جهمی ها، این یعنی که حزبی ها توانستن که خلیفه مسلمان ها را، مأمون را عقیدش گیج کردن، عقیدش ویران کردن که قرآن این مخلوقش گفته. به سبب این چقدر مسلمان ها در زمان امام احمد کشته شدن، به درغه کرده شدن، حبس کرده شدن. از جمله امام احمد چیکار کردن؟ چنین لطفا کرده. انشاءالله ما با آینده تاریخ امام احمد میگذاریم. بارک الله فیکم. فهمیده؟ بارک الله فیکم. یعنی گفتنی من از آن عبارت است که در آن دوره خلیفه رو که اینها توانستن عقیدهش ویران کردن، فما بالکم، بس خیلی که عربا میگن بس شما چی در دارید،
چی جای خفه شدن است که امروز راهبریت ما که یعنی که اینقدر به طریق پره از اسلام خبردار نیستن، بارک الله فیکم، الا همون اسلامی که از دادا بابا شماندگی باشد، بس اینها مگر نمیتوانند که راهبریت امروزی ما را چیکار کنن، هر خیل یعنی که فریب و نیرنگ کرده برادرای ما و شما را چیکار کنن، عذاب و شکنجه رسانن. فهمید بارک الله فیکم؟ این درس رو ما برای چی خواندیم؟ برای خاطر عباره خانه؟ نه، باید که ما درس گیریم، باید که ما عبرت گیریم. بارک الله فیکم. به خاطر اینکه یک ملیسه رفته تو را غم داده است و معنا نداره که همه ملیسه ها که کافر هستن و ظالم هستن. نه بارک الله فیک. یا که امنیت تو را یک چیکار کرده غم داده است، اینها امنیتی دولت هم. بارک الله فیکم. فهمید؟ اینها یعنی رکن دولت می باشند. فهمید بارک الله فیکم؟ بنابراین باید که وظیفه ما و شما برادران اهل سنت و جماعت، وظیفه ما و شما صبر کردن. اگر راهبریت ما و شما حق خودش طلب کند، حق خودش طلب کنن، ما واجب است که باید که حقش ادا کنیم. بارک الله فیکم. آن حقی را که مخالفی گفتی الله و گفتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباشد. اما حق ما را پرسیده شویم حق ما را ندهد، چیکار کنیم؟ گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن، گفتن که صبر میکنیم. صبر میکنیم. آخه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مادامی که او الگوی زیبا باشد، اگر باید که تو اطاعتش کنی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که تو باید که صبر کنی، میگوید. نگفت است که به مقابل او در گزیت نجات یعنی که عید دولت نوشتن گیر، ایران تعریف کردن گیر. نگفت است که خروج من کرد است. بارک الله فیکم. در یگان مذهب یعنی که خروج علیه حاکم و علیه دولت اجازه دادگی نیست برای اهل سنت و جماعت. خروج فقط از حزبی ها است. خروج یعنی که فقط از همین صوفی ها است. خروج فقط از همین یعنی که رافضی و شیعه و دیگه بدبخت ها می باشد. فهمید بارک الله فیکم؟ نه. بعدا شیخ می فرماید بارک الله فیکم ولا يثبت امام الاباطیل والمنکرات الا من تجرد للحق. نگاه کنید. ولا يثبت امام الاباطیل والمنکرات الا من تجرد للحق ورد الناس الى کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و علی آله و سلم. نگاه کنید. در روبروی این باطل ها، در روبروی این منکراتی که از جانب حزب ها و شیعه ها هست، در روبروی این باطل ها یگان کس ثابت قدم شده نمیتواند. بنابراین علما من کردن به این شیعه های بدبخت، به این صوفی های یعنی که روسیه چیکار کردن، بحث و مناظره کردن، قطعا معنی است. فهمیدید؟ در مقابل این باطل ها، در مقابل این منکرات ثابت قدم شدن خیلی همگران است. ممکن نیست که انسان ثابت قدم باشد مگر همون انسانی میتواند ثابت قدم باشد. من تجرد للحق، کسی که مجرد صرف به خاطر حق باشد، یعنی که فقط جانبدار حق باشد، جانبدار یگان حزب و جانبدار یگان ملت و جانبدار یگان آیین و جانبدار یگان زمین رنگ چچن ها که ما زمین ما را عروس میگیره میگون، جانبدار این باشد خطا میکند. ورد الناس الى کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، و یگانه کسی که ثابت قدم میایستد در مقابل این باطل ها و منکرات، کسی که مقصدش مردم را به کتاب الله برگردانیدن و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برگردانیدن باشد، این که ثابت قدم میشد. فهمیدید؟ دعوت به سوی کتاب الله در تمام یعنی که منازعات، در تمام بحث و یعنی که مناظره باید که دعوت ما و شما، مقصد ما و شما به سوی کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. بنابراین بارک الله فیکم همه اینها رو میدونن این حزبیات. بنابراین چی میگویم؟ وقتی که میگویم که وقتی که شما به این سلفی ها صحبت میکنید احتیاط کنید که اینها فقط قال الله و قال رسول الله میگن. وای بر حال شما بدبخت ها، رافضی ها. بعد قال الله و قال رسول الله نباشد، بعد چی گویم دیگه؟ قال همینی گویم، همینی کافر، بعد دیگه یه آیت الله گویم، یا که احمقی نجات گویم. فهمید بارک الله فیکم؟ فهو القائل، الله سبحانه وتعالى فرموده است فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء، اگر شما در یگان چیز، خواه همون چیز، یعنی در اینجا چیز نکیره آمده است،
در اینجا چیز نکیره آمده است. خواه چیزی دنیا باشد، خواه چیزی آخرت باشد. فهمیدی؟ اگر شما اختلاف کرده بین یکدیگر، فردوه الی الله و الرسول، شما باید که وی را همون نسبت چیزی که شما کدام مسئله که شما اختلاف میکنید مراجعت به الله، یعنی به کتاب الله و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بکنید. یگانه راه حل مسئله همین است، کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. نگاه کن، اگر شما واقعا ایمانی به الله و ایمانی به روز آخر داشته باشید. معلوم است که کدام کسانی که ما کتاب الله را نمیخواهیم، ما سنت پیغمبر را نمیخواهیم میگویند، کسی کتاب الله گوید و یعنی که سنت پیغمبر گوید و ها وهابی هستند و ها سلفی هستند گویند و کافر میشوند و ایمانی به الله نداره رنگ رافیزی ها و ایمانی به روز آخر نداره رنگ چی؟ رافیزی ها. ذلك خیر و احسن تأویلا. انا همین مراجعت به کتاب الله کردن و مراجعت به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کردن، این از همه بهتر است و عاقبت پسندیده، عاقبت نیک همین است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. این سوره نساء آیه 59. شیخ میفرماید که بسبب الحزبیه صار هذا يدعو لفكره وهذا يدعو الى فكره وسبب الفشل والضعف بالمسلمين. نگاه کنید، بس بسبب انمی حزبگرایی است، انمی حزبگرایی است که اینا میبینید که دعوت به فکر خودش میکند و به فکر خودش دعوت میکند. هر یک صاحب حزب به جانبی حزب خودش دعوت میکند. بیاد حق در اینجا است، بیاد حق در اینجا است. خصوصا وقتی که اینها مردم جاهله چیکار میکنند؟ رنگ همون خبرنگارایی که مثل گرم از اینجا از اونجا صورت میگیرن، بعضی کجا که بمب افتیده است و که کدام سال افتیده است تمام همه جا رو چیکار میکنن؟ نشون میدن و مردم چی به پا میخزنن. این به فکر خود دعوت میکند، یکی دیگه به فکر خود. برای چی؟ برای خاطر اینکه این حزبگرا است. بارک الله فیکم. فهمیده؟ و سبب الفشل، سبب ضعیفی مسلمان ها و ضعف بالمسلمین. فهمیده؟ سبب ضعیفی مسلمان ها همین ها شده است، همین حزبی ها شده است. بارک الله فیکم. فهمیده؟ چونکه اینها مردمی که در یک دین، در یک آیین، در یک مذهب، در یک یعنی عقیده هستند، مردم جدا کرده با حزب نفس تشکیل میکنند. فهمیده؟ با از همه عجیبش این که این حزبشان با مؤسس دارد. یک کسی در یک برآمد گفتیم که حزب شما را چند سال شده است که شما این حزب از یک احمقش میخواید میگوید که 30 سال شده است میگوید، تخمینا نمیخواد 30 یا که 30 چند سال شده است میگوید. این حزبی که ما مسلمان های تاجیکستان و غیر حزب یعنی که مسلمان های تمام جهان اسلام، این زیاده از 1400 سال شده است. چه خیلی میشده است که تو این مردم چیکار به این حزب 30 ساله که مؤسسی و یک انسان بی سوادی مخلوق نقصاندار تشکیل کرده است جانبداری او میکنی، از این حزب مردم بیچاره میبراری؟ یعنی که از حزب از الله آمده است که از مسلمانی مردم با برآورده چی که حزب تشکیل میکنی؟ حتی بعضش چنان یعنی بی سواد احمق هستن که میگن که حزب حق حزب الله همین حزب است. اما معلوم است که هر یک کلمه با عکس دارد. معلوم است دیگه انسان ها در حزب شیطانند. الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تنازعوا، ای لا تختلفوا بینکم، در بین خود اختلاف نکنید، در بین خود اختلاف نکنید. این اون معنا ندارد که اکنون مردم همه آرام همه تنج است. بعضی مردم رنگ زنبوری اصل چخیلی که پگاهی میروی یخ کردگی هستند. وقتی که حقیقت میفهمانی بعد در جنبش و در حرکت میدونم میگم که انا شما چیکار کردن؟ آمده دو همین حزب درست نیست و درست نیست گفته اختلاف. نه، مردم شما یعنی که میخوای کرخ کردید، مردم شما یعنی میخوای بی سواد کردید رنگ خودتان. فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تنازعوا، نزاع نکنید، بحث و اختلاف نکنید بین یکدیگر، فتفشلوا، یعنی شما ضعیف میشوید. ای تجبنون، شما یعنی که ترسو میشوید. و تتأخروا، عقب مانده میشوید. فهمیدید؟ و تذهب ریحکم،
ریح در اینجا به معنای قوه است. شما قوه خود را از دست میدهید و دولت خود را از دست میدهید و غلبه خود را از دست میدهید. فهمیدید؟ سوره انفال آیه 46. اینک بارک الله فیکم شیخ میفرماید فالحزبیه تضاعف القوه و تذهب الريح و تذهب القوه وهي امر مقصود من اليهود والنصارى ومع ذلك ترى من يتفوه ويتشدق بكلامه ويقول نريد حوارا هادئا ونريد الجدال المتماشي مع الناس. بنابراین بارک الله فیکم شیخ میفرماید که حزبگرایی است که قوه مسلمان ها را ضعیف کرده است، قوه مسلمان ها را از بین برده است، قوت مسلمان ها را از بین برده است، مسلمان ها را ترسو کرده است. و هی امر مقصود من اليهود و النصارى. این یک کار هست که مقصد یهود و نصرانی ها همین است. فهمیدید؟ که ببینید بارک الله فیکم در سر امت اسلام هجوم یهود و نصرانی ها را نمی بینید. هجوم یعنی که علیه اسلام علیه مسلمین بارک الله فیکم هجوم از جانب یهود و نصرانی ها نمی بینید. گرچه که مقصد وی ها ما مسلمان ها را ضعیف کردن است، لیکن امروز حاجت به یهود و نصرانی ها نمانده است. برای چی؟ برای خاطر آن که مقصد یهود و نصرانی ها را همین حزب های بدبخت به جا آورده ایستادند. به دستگیری همین یعنی که رافضی هایی که منبع پیدایش حزب یا که گویم رافضیه پیدایش یعنی که این شیعه ها راهبرش مؤسسش یهودی است. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ نعم. و مع ذلك ترى من يتفوه. با وجود این هم این بیناموسا را میبینید که چیکار میکند؟ نطق میکند، با حرف میزند، در تریبونه ها زنها را پیشنهاد کرده، جوانها را پیشنهاد کرده. و يتشدق بكلامه، یعنی احتیاط نکرده، چنان یعنی که از دهنش لب کج کرده راست کرده گپ میزند. یا تشوق به کلامی گفته اون کسایی میگه که در کلام خودش ادبیات میگیرد. فهمیدید؟ چنان زیبا گپ میزند. و یقول و میگوید که نريد حوارا هادیا، ما میخواهیم که آرامانه گپ زنیم. این حزب ها میخلصه یک جانبه برآمد کردن. فهمیدید؟ چنان یعنی خودشون با آداب و آلفته میگیرن. بارک الله فیکم. وقتی که من رفتم اما یک برادر سابق حزبی نقل میکنه میگه که چنان حقارتوی قبیح کرد که کافران هم خیلی حقارت نمیکنن. مادر گفته زن گفته حقارت میکردن از پشت آدم. ظاهر در پیش مردم خودشون با آداب آلفته پاکیزه میگیرن که لیکن در اصل گرفتگار از همه خبیثترین انسان ها هستن حزبی ها. و نريد الجدال المتماشي مع الناس. ما میخوایم که بحث و مناظره کنیم طبقی که یعنی در برابر مردم چی که میخواهن همین رو کنیم. نه، ما آشکارا میگیم مردم چی که میخواهن ما هرگز گپی مردم رو نمیگیریم. شما هستید که مردم احمق کرده، شما که چی که خواهید همین خیل میکنیم. الله در قرآن کریم و پیغمبر خود صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اگر تو اکثر مردم گپش میگرفتی کیها گمراه میشدی. فهمیدی؟ اینها همین دسیسه یعنی که استفاده بوده از همین نظام دموکراتی. میگن که ما یعنی که مردم چی که گفت ما همون کارو میکنیم. نعم. شیخ میفرماید انت یا اخی الان يجب ان تتوب الى الله عز وجل. والله بارك الله فيكم شیخ یحیی بارك الله فيه، الله سبحانه و تعالی نگه داره. با وجود این قدر دسیسه و بلا و مصیبتی که در سر امت اسلامی حزبا میبره، ببینید چی میگوید. تو ای برادری من میگوید والله در شریعت اگر اجازه میبود هرگز اینا رو من برادر نمیگفتم و گذشتگانشون یعنی کافر نمیگیم لیکن ترحم هم نمیکردیم گذشتگانشون این حزبی را. الان يجب ان تتوب الى الله عز وجل. و تو واجب است ای حزبی به ثواب به سوی الله توبه بکن. مما انت فيه من الورطه، از این گرداب هلاکتی که تو
هستی در اون، یعنی که تو خودت ناز حس کرده ایستادی، راحت حس کرده ایستادی، باید که از این گرداب خودت خلاص کنی، توبه به سوی الله بکن. و من الفتنه، از این فتنه باید که تو دست بکشی. ثم بعد ذلك ان حصل من اختلاف الافهام شيء طالب بذلك وحق لك ان تطالب. بعد از این که تو از این یعنی که فتنه خودت خلاص کردی، توبه به الله کردی، به سوی الله برگشتی، اگر ما بعد از این در یگو فهم یگو جای نافهمی داشتگی باشی، پرابلم حکومت باشد، پرابلم راهبری باشد، تو نمیفهمی، خود بی سواد هستی. حزبگرایی تو را این تعلیم نمیدهد. حزبگرایی فقط تو را ضد دولت تیار میکند. طالب بذلك، از حزب تو دست کش، بعد از اون جستجو کن جاهای نافهمیده که جایی که نمیفهمی از علما بپرس. و حق لك ان تطالب، تو حق داری پرسی، یگو مشکلی نیست که مثال گیرم تو نپرسی. وهناك شريط خاص فيما يتعلق بدعوى الذين يدعون بالجدال وبالحوار الهادي وهم ابعد الناس عن تفاهم الصحيح. در اینجا میگه شیخ میفرماد که مخصوص یعنی که کسیتی خاص هست درباره یعنی تعلق داره به دعوای اون کسانی که چکار میکنن، دعوای یعنی که بحث کردن میکنن و حوار آرامانه، یعنی که در اطراف یک میز نشینیم و آرامانه صحبت کنیم، یک دیگر فهمی کنیم. حالا که وهم ابعد الناس عن التفاهم الصحيح، این انسانهایی که میخوان که در اطراف میز مدور بشینند و یک دیگر فهمی کنند، اینها از فهمی صحیح دورترین انسانها هستند. که فهمیدید؟ نه. المعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، یعنی اینها اون خیلی فهمی صحیح ندارن. فهمی صحیح اون فهمی رو میگن که اعتماد به کتاب الله دارد و اعتماد به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم داره، امتثال لما اراده الله و امر به، این اطاعت از آن چیزی می باشد که الله امر فرموده است. به این الله تعالی خودش میفرماید که و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. در سوره شورا در آیت 10 میفرماید که و ما اختلفتم فیه، یعنی در کدام مسئله که شما اختلاف کنید، فحکمه یعنی قضای او حکمی او با الله است، الله او را حکمش گفتگی است. اما این کسانی که در درون اسلام ساده حکمش نمیدونن، این عید در خودشون، عید در کتاب الله نیست، عید در سنت پیغمبر نیست. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اگر شما در کدام مسئله که نزاع کردید، اختلاف کردید، باید که شما این مسئله را به سوی الله یعنی به سوی کتاب الله برگردانید، به سوی سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برگردانید. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما ایمان به الله و ایمان به روز آخر داشته باشه. سوره نساء قبل از قلیل یعنی که خوانده بودیم اینا، سوره نساء آیه 59. قلنا هذا الكلام حرقة على المسلمين مما يحصل لهم من التفرق والبعد عن المنهج السلفي الحقيقي الحق. والله ما يرغب عن المنهج السلفي إلا إنسان مشاق. ما این سخن گفتیم حرقة على المسلمين، نمیده برای خاطر آن که دلسوزی ما برای مسلمان ها، یعنی این سخن ما گفتیم شیخ میگوید که برای خاطر که ما دل ما برای مسلمان ها میسوزد. برای چی؟ برای خاطر که این قدر یعنی که این پراکندگی از منهج سلفی حقیقی دور شدن مسلمان ها، فهمیده بارک الله فیکم، از منهج درست، از منهج سلفی حقیقی دور شدن مسلمان ها، به خاطر همین ما دل ما میسوزد. فوالله ما يرغب عن المنهج السلفي الا انسان مشاق. قسم به الله میگه شیخ، از منهج سلفی فقط آن انسان دور می شود که وی انسان مشاق باشد، مخالف از الله باشد، مخالف از پیغمبر باشد. فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سوره نساء آیت 115. یعنی الله سبحانه و تعالی فرموده است ومن يشاقق الرسول، یعنی ومن يخالف الرسول، کسی مخالف از پیغمبر بکند، در عقیده مخالف از پیغمبر است،
در لباس مخالف از پیغمبر است، در اخلاق مخالف از پیغمبر است، در طبق گذراندن حیات در مخالف از پیغمبر است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. من بعد ما تبین له الهدى، همین این مخالف است بعد از اون که هدایت، راه راست، علم به او رسیده است، انیق شده است. و یتبع غیر سبیل المؤمنین، با وجود این چکار میکند؟ غیر راه مؤمن ها را پی میگیرد، یعنی که راه برای صحابه ها نمیرود و برای یعنی که پیروان صحابه ها نمیرود. نولیه ما تولی، یعنی او کارش ما چکار میکنیم؟ میسپاریم به همان اتجاهی که همان اتجاه را برای خود اختیار کرده، یعنی که راه غیر صحابه ها را برای خود پی گرفتی، به همان راه تو را گسیل میکنیم. راه غیر یعنی که اون راه را اختیار کردی که راه پیغمبر نیست، به همان راه تو گسیل میکنیم. راه شیعه را اختیار کردی، به همان راه تو گسیل میکنیم. راه کفر را اختیار کردی، برای کفر تو را گسیل میکنیم. راه یعنی که ایران گرفتی، به ایران تو را میسپاریم. و نصله جهنم، و او را در قیامت به جهنم می‌داریم. و ساءت مصیره، و چه جایگاهی بد است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. و انا اطلب من انسان يعارض هذا الكلام، من از اون انسانی که مخالف سرپیچی میکنه نسبت این کلام الله سبحانه و تعالی. فهمیدی؟ من طلب میکنم، میگه شیخ، از انسانی که مخالف از سخن الله میکند، مخالف از سخن پیغمبر میکند، ان یأتی ببرهان یثبت ان سبیل المؤمنین غیر سبیل الصحابه، که یک نفری که جسور باشد، این دار باشد از این شیعه و از این، یعنی که مثال گریم حزبی ها یا که صوفی ها، یک نفر یعنی که حجت آرد که راه مؤمن ها این غیر راه صحابگان می باشد. که دلیل آرد؟ بنابراین این شیعه ها، این یعنی که گویم چه حزب هایی که از پس دمروکای شیعه ها می باشند، اینها فقط یعنی که چکار میکنن؟ فقط راه آیت الله را میگیرن و صحابه ها دشنام میدهند. فهمیدید؟ والله بالله الله سبحانه و تعالی این صوفی هاشه که مثال گریم شیعه هایی که در نقاب صوفیزم می باشند، شیعه هایی که مثال گریم خودشون اهل سنت در جماعت میگیرن، شیعه هایی که خودشون حنفی مذهب میگیرن، در ظاهر اینا تقیه میکنن، میبینه برای هم میبینه که دعوت پیشینش دیگه هست و آسا چیکار میکنن؟ با دیگه دعوت ها میکنن. فهمیدیم؟ با وقتی که را چیکار میکنن؟ در سرش یک شطه میزنن، بعد چیکار به خود میآید میگه که من نفهمیدم. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اینها فریب و نیرنگ میکنن. در یک ویش یعنی که کسی شیعه شود میکنن، یعنی که کسی که صحابه های پیغمبر دشنام دهند این میشود آن میشود، در یک برامت دیگه چی میگویند؟ میگوید که معاویه و فریب و نیرنگ خلافت گرفت. بینید؟ بارک الله فیکم. معاویه میدونه کسی؟ معاویه بارک الله فیکم در اسلام خدمت کرد. معاویه خلیفه بود. معاویه یعنی که چقدر جا را فتح کرد. تو چی کار کردی؟ تو در این تاجیکستان چی کار کردی؟ چی خیر برای امت آوردی؟ غیر از اینه که اندک مانده است که مردم تو را سجده میکنن، دیگه هیچ کار نکردی برای خیر برای امت اسلام. مردم قبر پرست کردی، مردم شیعه کردی. امروز میگوید که معاویه به فریب و نیرنگ تاجیکستان معذرت چه دولت خلافت از که خلافت گرفت و خلیفه بود. تو چی کار کردی؟ نه. بنابراین شیخ میفرماید که من طلب میکنم از اون انسانی که این سخن قبول نمیکنند یک حجت بیارد که راه مؤمن ها این غیر راه صحابگان است. هر یک صاحب عقل و فراست مؤمن و مسلمان میداند که راه ما و شما رفته شدیم این راه صحابگان میباشد. بنابراین یعنی که این راه به این راه میرفتی بیاره سلفی میگویم. فسبیل المؤمنین هو کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. راه مؤمن ها این کتاب الله است، راه مؤمن ها سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و فهم الصحابه و من تبعهم، چه که صحابه ها و پیروان ایشان فهمیدن کتاب الله چی میگوید، سنت پیغمبر چی میگوید، انمی راه اونهاست. خب و هو کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. فهمیدید؟ و یا کی می باشند؟ فهم الصحابه و من تبعهم، و اینها صحابگان می باشند که برای الله و برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتند.
و من تبعهم و کسی پیرو از صحابگان میباشند همونها میباشند. فهم المؤمنون و قمة المؤمنین و اینها مؤمن هستند، کلی مؤمن ها همون هستند، همونها هستند. و ذروة المؤمنین یعنی که یک کلی بلند مؤمن ها همین صحابگان میباشند. اما یسعون ما وسعهم، مگر برای ما کفایت نمی کند آنچه که برای ها کفایت کرد. و ان نکون امة واحده، بس برای ما یعنی لازم نیست که ما یک امت شویم. و ان یحب المؤمن لاخیه ما یحب لنفسه، مگر وقت به آن نرسید است که مؤمن برای برادرش دوست دارد آنچه را که برای خود دوست می‌دارد. کما امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چنانه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود. و نفى کمال الایمان عن من لم يتحقق فيه ذلك، یعنی که ایمان کامل ندارد گفت کسی که عملا یعنی که همین برای برادرش یعنی که چه دوست ندارد آنچه را که برای خود دوست می‌دارد. فرمود لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، یگان کسی شما مؤمنی کامل ایمان نمی‌شود تا برای برادرش دوست ندارد آنچه را که برای خودش دوست می‌دارد. همین. ثم ترى المتشدقين يقولون هؤلاء ما يريدون جمع الكلمه. بعد از این یعنی که صفصت میزدگی چی میگن که اینها ما یریدون جمع الکلمه، اینا نمیخوان که ما و شما را یک دل و یک جان کنند، نمیخوان که این سلفی ها یعنی که ما را متحد کنند. بس شما چی میخواهید؟ شما متحد کردن میخواهید که همین تاجیکستان از یعنی که پیران و از یعنی که جوان ها همش میخواهید که حزب نهضت کنید؟ حزب نهضت فقط در تاجیکستان ما، این دینی نو است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. نعم. خب شیخ میفرماید یا اخوان الا تتقون الله من تقلیب الحقائق. ای برادرها، مگر شما از الله نمیترسید که حقیقت را چپه میکنید؟ حقیقت را عکس کرده نشان میدهید، از الله نمیترسید؟ ما تتقون الله ما يسعكم هذا المنهج جميعا. فهمیدید؟ شما مگر از الله نمیترسید که مگر همین منهج صحابه ها یعنی راهی که در آن صحابگان گرامی بودند، پیغمبری گرامی بود، مگر همین برای شما نمیگنجد که شما با حزب نو تشکیل کردید؟ والله جل وعلا قد امر نبيه ان ينادي اهل الكتاب الى كلمه سواء. ببینید الله عز و جل پیغمبری خودش امر می‌فرماید که اهل کتاب یعنی یهود و نصرانی ها را دعوت بکند، ندا بکند تا ایشان بیایند در اطراف یک کلمه که سواء ای عدل، کلمه عادل، سخن عادل. این توحید است. بارک الله فیکم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء. بگو ای اهل کتاب، ای یهود و نصرانی ها، بیاید به اطراف یک کلمه جمع بشویم که مراد از این کلمه چه است؟ و هی کلمه التوحید. بیننا و بینکم، این برای ما و برای شما یکسان است. توحید در تمام پیغمبرهای خیر بود. بارک الله فیکم. الا نعبد الا الله، ما باید فقط الله را عبادت کنیم، ولا نشرک به شیئا، با او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهیم. الصوفیه یشرکون بالله شیئا، صوفی ها باشند با الله چیز را شریک مقرر میکنند. کیف نکون معهم، ما چخیل همراه اینا یکته میشویم. و كذلك الروافض، همچنین رافضی ها. یگان مسجد از مسجدهای رافضی ها از صورت خالی نیست، از قبر خالی نیست. بارک الله فیکم. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یک دیگر ما را پروردگار نگیریم الله را مانده. انشاءالله این سخن با دوام داره. بارک الله فیکم. خیال میکنم که کفایت میکند برای امروزه. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.